سلام ورزشکارا. امروز اومدم سنترال پوکت که بازارچه غذاهای محلیه و اومدم غذاهای جور با جور و ادویه‌های مختلف و طعم‌های مختلف رو بهتون نشون بدم. همیشه ورزشکار باشید. اولین چیزی که تست کردم اختاپوس سرخ شده بود که طعمش هم خوب بود. چیز جالبی که بود غذاشون رو توی برگ نیلوفر آبی سرو میکردن. یه غذای محلی بود، میگو خوش داشت، ترکیب دریایی طور بود و خوب بود. من طعمش رو دوست داشتم. یکی از پرطرفدارای تایلند ماچاست و اینجا پنکیک ماچا خوردم. سری ورق برنجه که توش مواد مختلفه. خب اینجا یه دسر خوشمزه تست میکنم. شبیه گوشفیل اصفهان بود، خوب بود، دوست داشتم. بعد شیرینی‌های خودمون رو می‌دیم. مثلا این شیرینی گردای خودمونه که دو رنگ سه رنگ هست. مثل پفک هندیه. خب اینم یه غذای چینی بود، ترکیب نودل و مرغ و سبزیجات. مزه مرغشو گرفت میکنم. این رشته‌هاش هم خیلی یخه. اگه گرم بود به نظرم برای من خوشمزه. تجربه خیلی جالبی بود. اکثر غذا دریایی بود و قیمت‌ها از 10 بات شروع می‌شد به بالا. اگه تو هم با من اومدی این بازار رو گشتی و یکم دلت خواست مزه‌ها رو بچشی، پس این فقط اولشه. ویدیوهای خوشمزه تر و جاهای جالب تر تو راهن. سابسکرایب یادت نره، زنگوله رو هم بزنی که با هم بریم سراغ بعدی. مرسی که تا آخر موندی. حال دلت خوش.